بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شما گفتیم که اخلاص توحید نیت هم میگه، یعنی انسان در نیت خود موحد باشه، یعنی 100% در نیتش چی باشه؟ در نیتش رضایت الله باشه. از این خاطر امی حدیث انما الاعمال بالنیات کس ای در اول صحیح البخاری میں اکثر محدثین ایره چی میکنه؟ در اول میره. چرا؟ ای مربوط به نیت میشه، انما الاعمال بالنیات. پس نیت اخلاص که است ای توحید است در نیت. انسان مسلمانه که در نیتش 100% کار به خاطر الله میکنه، ایره باز مخلص میگه و ما امیرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ایناله این سوره را سوره اخلاص میگه به خاطر ازی که انسان مسلمان قلب خدا خالص بسازه برای کی؟ برای الله، به توحید الله. الله متعال میگه بسم الله الرحمن الرحیم قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم هو الله احد. این هو را ضمیر شأن میگن شأن الله این هست که الله متعال احد ذات یگانه هست. الله الصمد، یعنی در یک وقت بعضی از مردم آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آمد بعضی مردم آمدن که میگفتن العیاذ بالله دو خالق است. میگفتن یکی مردم فارس قدیم میگفتن یکی خدای نور است، یکی خدای تاریکی هست، یکی خدای نور است، یکی خدای ظلمت و تاریکی هست. خدای نور یزدان و عزت میگفتن. این کلمات کی است؟ کلمات همو آتش پرست است. و خدای تاریکی را باز اهریمن میگفتن. پس این عقیده چی بود؟ از آتش پرستا بود. نصرانی ها میگفتن که العیاذ بالله سه خداست، خدای پدر است، خدای پسر است، روح القدس است. و این مشرکین که بودن یا تعدد الهه بودن میگفتن بسیار الها هست، میگفتن الهه. ایناله آمدن مردم از رسول الله سم پرسان کردن که تو بر ما الله یا رب تا بر ما معرفی که این سوره مبارکه نازل میشه و میگه که قل هو الله احد. بگو ای رسول الله صلی الله علیه و آله که الله کس احد ذاتی یگانه هست، لا من طریق العدد، نه به حساب عدد، به خاطر که لم یلد و لم یولد، فرزند نیاز نداره، به مادر و پدر نیاز نداره. الله الصمد، الله بی نیاز است. در اون وقت بعضی از مردم چی میگفتن؟ میگفتن همین قسم که انسان ها با واسطه و به سکرتر نیاز داره، به رئیس دفتر نیاز داره تا بعضی از کارهایش انجام بده و باز مجبور است که تو عریضی اول پیش از می سکرترش ببری یا پیش وزیرش ببری، بازی عریضی را میگیره برای الله پیش میکنه، مثل پاچا و تشبیه میکنن. الله متعال گفت که الله الصمد، الله بی نیاز است، نیاز نداره به سکرتر و رئیس دفتر. چرا؟ به خاطر از اینکه کسایی که سکرتر و رئیس دفتر میگیرن و بادیگارد میگیرن محتاج هستن. وزیر میگیره به خاطر از اینکه کل کارا را خودش انجام دادن نمیتونه، به خاطر از اینکه دور است از چیز. الله الصمد بی نیاز است، از سکرتر، از رئیس دفتر، از کمک کننده. الله متعال خودش قادر است و با هر بنده خود اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. الله میگه وقتی بنده های ما درباره ما پرسان بکنه، من خودم به بنده خود قریب هستم. اجیب و انا، اینجا میگن انا کس ضمیر مستتر وجوبن است. الله متعال میگه اجیب و دعوت الداع. پس اینجا الله متعال میگه که الله الصمد، الله بی نیاز است. الله را تشبیه نکنین با پادشاه ها. یعنی بت پرستا و قبر پرستا عادتشان نمی است که الله را تشبیه میکنن با کی؟ با پادشاه ها. باز میگه پیش پادشاه مستقیم رفته نمیتونی. وقتی که پیش پادشاه مستقیم رفته نمیتونی، مجبور هستی پیش رئیس دفترش بری، پیش سکرترش بری. میگه الله کس این همین قسم است. پیش از اینکه پیش الله بری، این بت ها و این قبر ها کس یا چی است؟ این سکرترهایش است، رئیس های دفترش است. باز پیش از ریزیت پیش میکنیم، باز این میره. الله متعال میگه نه، الله الصمد، الله بی نیاز است. لم یلد و لم یولد، الله متعال چون ذات یگانه هست و ذات بی نیاز است دیگه. لم یلد کسی او را نزاده. لم یلد یعنی الله متعال کسی را نزاده، یعنی الله فرزند نداره. ولم یولد و خود الله متعال هم از کسی ولادت نشده، یعنی مادر و پدر نیاز
نداره. ولم یکن له کفوا احد، و نیست برای الله متعال کفوا یعنی همتا و شریک احد، هیچ کسی. پس این آیات قرآن همی عقاید باطل نصارا و عقاید باطل بت پرستا و عقاید باطل قبر پرستا و عقاید باطل مثلا این کسایی که مثلا در فارس بودن از این آتش پرستا و زیاره، عقاید کلشان رد کرد که الله احد است، الله صمد است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.